سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهتابم و تو این کانال در مورد مد حرف میزنم و در ادامه هم اضافه کنم که به کانال من خوش اومدید. خب قراره در مورد ترند و مدهای پاییز و زمستون صحبت کنم. فکر میکنم همتون از حال و هوای طبیعت متوجه شدید که داریم وارد فصل پاییز میشیم. پاییز همیشه برای اونایی که مد دوست دارن یه فصل خاص محسوب میشه. رنگا توی فصل پاییز خیلی جذاب تر میشن. تقریبا اکثر رنگای پاییز خوب و راحت ست میشن. قدرتون توی ست کردن و ترکیب کردن خیلی بیشتره. شما تقریبا تمام آیتمای اصلی رو میتونید بپوشید و در کنارش هم میتونید از تکنیک جذاب لای پوشیدن استفاده کنید که این تکنیک رو من قبلا بهش پرداختم. لینکش رو میذارم اگه دوست داشتید ببینید. و چیزی که به نظرم جالبه اینه که اکثر ترندهای امسال ارزش سرمایه‌گذاری کردن رو دارن و چیزی خیلی خوبی ترند شده. بریم کم کم ترندها رو با هم بررسی کنیم. بذارید از رنگا شروع کنم و بعد به آیتم‌های اصلی و در کنارش به اکسسوری‌ها میپردازم. اولین رنگ برگندی. مدل فارسیشو نمیدونم ولی توی عکس میبینید رنگ یه نوع شراب هست. متوجه میشید که نزدیک به رنگ شرابی هم هست ولی تیره تره. شما برگندی رو در قالب اکسسوری خیلی تو فشن شو میبینید. گرچه در قالب آیتم‌های اصلی هم هست ولی بیشتر در قالب اکسسوری دیده میشه. در کنار برگندی رنگ‌های شرابی و آلبالویی هم ترند شدن و ترکیب رنگ برگندی با توسی هم خیلی ترکیب جذابی است. از این رنگ جذاب گذر کنیم میرسیم به طیف‌های قهوه‌ای. رنگ ترند بعدی شکلاتی. میدونید اکثرا میبینم که افراد طیف‌های دیگه از قهوه‌ای رو میپوشن و شکلاتی خیلی کمتر دیده میشه. با اینکه شکلاتی هم جز رنگایی هست که خیلی خوب ست میشه و جز رنگای پایه هم هست، به نظرم ارزش امتحان کردن رو داره. رنگ بعدی خاکی. به نظرم این رنگ هم مثل شکلاتی خیلی محبوب نیست ولی جز رنگای پایه هست. در کنارش رنگ بادامی ترنده. این رنگ باز پرطرفدارتر هست و رنگ بژ هم در فشن شو خیلی دیده میشه. رنگ بعدی زیتونی. البته جا داره بگم که طیفای زیادی از سبز ترنده، حتی سبز روشن هم تو فشن شو دیده میشه. ولی زیتونی به طور معمول خیلی پرطرفدارتر هست، مخصوصا برای پاییز. تقریبا تمام رنگایی که گفتم متعلق به خود فصل پاییز هست و قبول کنید واقعا رنگای جذابی ترند شدن. و در ادامه بگم که شما رنگ مشکی رو هم میبینید، مخصوصا در قالب کت، یه جوری کت مشکی ترند شده. و رنگ توسی رو هم میبینید که ترند هست. رنگ توسی بیشتر متعلق به روزهای سرد هست مثل روزهای زمستون. میتونم بگم توسی بیشتر ترند زمستون هست تا پاییز. و در ادامه هم اضافه کنم که اینا تمام رنگ‌های ترند هستن و البته کاربردی. به این دلیل روی کاربردی تاکید دارم که شما ممکنه رنگ آبی آسمونی رو ببینید که ترنده. ولی رنگ‌های مثل برگندی، شکلاتی، خاکی خیلی بیشتر حس و حال پاییز رو القا می‌کنن تا آبی آسمونی. بریم برای بقیه ترندها. چیزی که خیلی دیده میشه از دهه 60 70 80 میلادی الهام گرفته شده. مثلا شما میبینید که آیتما به شکلی طراحی شدن که تو قسمت سرشونه خیلی بزرگ باشه، یه جوره شونه رو بزرگ نشون بده و برای قسمت کمرم برش آیتم به شکلی است که کمر رو باریک جلوه بده. این از استایل وینتج گرفته شده. حتی برای این کار شما میبینید که شال گردن رو جوری میبندن و روی قسمت‌های شونه میندازن که به قسمت شونه هرج بدن و برای قسمت کمر هم میبینید که کمربندا ترند شدن که بتونن به سبک‌های مختلف این ترند رو نشون بدن. شما کت‌ها و پالتوها رو خیلی میبینید که به این سبک طراحی شدن. در ادامه سبک کانتری رو میبینید که ترند شده. سبک کانتری خیلی نزدیک به وسترن هست. معمولاً سالهای پیش کبوی بود ترند میشد ولی امسال سبک کانتری هست و به تنهای آیتمای اصلی این سبک هم ترند شدن. آیتمای اصلی شو هم بخوام بگم مثل بود، کلاه، کت، شلوار جینز رو تصویر گذاشتم. و اینم بگم که سبک بوهو هم به شکل ترند شده. و بیشتر هم منظورم از سبک بوهو متعلق به دهه 90 هست. البته بوهو خیلی کم حس و حال سبک کانتری رو میده و به عنوان مثال پارچه‌های نازک هم ترند شدن که یه جورایی از سبک بوهو بیشتر الهام گرفته شده. البته این رو هم اضافه کنم که همه این ترندها یه جورایی نسخه مدرن شدهش ترند شده. این رو تو تصاویر اگه دقت کنید کامل متوجه میشید. ترند بعدی متعلق به پترن ها و پرینت هاست. پرینتی که خیلی ترند شده پلنگی است. فکر می‌کنم چیزی حدود 5 الی 6 سال پیش بود که خیلی مد شد. با اینکه پلنگی جزو پرینت هایی هست که همیشه مده ولی محبوب و ترجیح همه افراد نیست. با این وجود پلنگی حسابی ترند شده و توی پاییز قرار زیاد ببینیدش.
پترن بعدی متعلق به چارخونه است. چارخونه هم جزو پترنایی است که همیشه مده و توی پاییز و زمستون خیلی بیشتر دیده میشه. ترند بعدی میخوام بیشتر از دامن و شلوار صحبت کنم. دامنایی که برای پاییز ترند شدن، دامنای چیندار و کلوش، در کنارش دامنای ماکسی هم خیلی دیده میشه. تقریبا اکثر دامنایی که من دیدم زیر زانو بودن. دامنه کوتاه یا مینی هم هستن، ولی خیلی کمتر از دامنه بلند دیده میشن. برای شلوار هم همچنان شلوار گشاد هم مدن هم ترندن. و یه مدل یقه هم خیلی ترند شده، یه چیزی بین یقه اسکی و یقه قایقی هست، توی تصویر میبینید. یه چند تا ترند هم میتونم بگم که همیشه پاییز و زمستون جدای از ترند مد هستن. مثل کت چرم، خز، پارچه های پرپری یا حاشیه های پرپری، جین، حتی آوتفیت های تمام جین هم مد هستن. ترندهای بعدی میخوام در مورد اکسسوری بیشتر صحبت کنم. تا اینجای ویدیو متوجه شدید که شال گردن و کمربند جزو ترندهای این فصل هستن. اکسسوری بعدی که خیلی محبوب شده جوراب شلواری هستش که تو فشن شو خیلی دیده میشه و خیلی مناسب فصل پاییز و زمستون هم هست. در ادامه ترندهای اکسسوری کفش فلت یا باله هم جزو ترندهای پاییز هست. شاید فکر کنید خیلی مناسب فصل نیست، ولی ترندها این شکلی هستن و میتونید با جوراب شلوار ترکیبش کنید که رو تصاویر هم میبینید. ترند اکسسوری بعدی آویزای کیف هستن که از هفته مد کپنهاگ شروع شد و ادامه دار شد دیگه. یه جورایی تو فشن شوهای نیویورک، لندن، میلان، پاریس حسابی دیده شد. آویزای کیف چند سال پیش خیلی مد شدن، ولی برای مدت رفتن و انگار دوباره برگشتن. و این هم یه ترند جالبه و حتی شما میتونید با توجه به سلیقتون برای خودتون یه آویز کیف درست کنید و یه سرگرمی جدید رو امتحان کنید. و آخرین اکسسوری ترند بنگل است که بنگل بزرگ با طراحی خاص ترند شده و معمولا بنگل طرفداری خاص خودش رو داره. خب نظر شما درباره ترندهای این فصل چی هست؟ به نظر من که خیلی جذاب‌تر از سالهای پیش بود و اکثرا ارزش امتحان کردن رو داشتن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما بر دوستانتون بفرستید و لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب به رشد ما کمک کنید. تا ویدیو بعدی، بای بای.